عشقای من سلام، من موجیم. اومدیم با هم ببینیم که کارتایی که به تازگی به بازی اضافه شده چیان و کاربردشون چیه. کارت اول کویک ریکاور هستش که سرعت پر شدن اچ پی رو تا 30% زیاد میکنه. بچه اینا برای بچه رویاله. کارت دوم بارتن درایور هست که وقتی و انمی به وسیله نقلیه‌تون دمیج میزنه دمیجش تا 50% کاهش میده. کارت بعدی هاگ آیس هستش که وقتی شما به انمی تیر میزنی تا چند ثانیه دورش قرمز میشه و شما اونو میتونید بهتر ببینید. کارت بعدی کاور اکشن هستش که وقتی معمولی راه میرید و نمیدوید صدا پاتون رو خیلی کم میکنه و انمی سخت‌تر میتونه شما رو پیدا کنه. کارت بعدی کروشن هست، وقتی انمی داره آرمور میزنه تیرای شما 30% بیشتر بهش دمیج میده و این خیلی عالیه. کارت بعدی بلاد مستر هستش که وقتی از نت کلستری و یا کلاسای پرتابی استفاده میکنید تا 15% آسیب شما رو به اونا رو بیشتر میکنه. کارت بعدی گاسیلد هستش که وقتی توی زون گیر افتادید تا 20% سرعت کاهش اچ پی رو کمتر میکنه. کارت بعدی اینتروگیشن یا یه همچین چیزی هستش که وقتی یکی رو ناک میکنید جای همتیمیاشو تا 8 ثانیه به شما نشون میده. کارت بعدی استرس رسپانسن یا همچین چیزی هست که وقتی تیر میزنید سرعت موومنت شما رو تا 2 ثانیه بیشتر میکنه. و کارت آخر مدیکال کیت هستش که وقتی آرمور میزنید 20% اچ پی رو زیاد میکنه.